به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی در حوزه روانشناسی و روابط بین زن و مرد شروع میکنیم. رازهایی درباره زنان که هر مردی باید آنها را بداند. اسراری درباره چگونگی ارتباط با زنان. دکتر باربارا دی آنجلیس. گروه پژوهشی نوین هم در سال 1396 این کتاب رو به چاپ 8 چاپ کرده. امیدوارم که این کتاب رو دوست داشته باشید. بعد از اینکه بخونم و اگر خوشتون بیاد تهیه کنید و تا انتها بخونید. این کتاب در حوزه روابط زن و مرد، روابط بین اشخاص، عشق و جنسیت هستش که در 15 فصل و یک مقدمه طولانی آورده شده. ابتدا نوشته پشت جلد کتاب رو میخونم و سپس با هم این کتاب رو ورق میزنیم و کشفش میکنیم. با من همراه باشید. کتابی که همکنون در دست شماست، کتابی سرشار از رمز و راز درونی زنان است. این کتاب نوشته استاد روابط عاطفی خانم باربارا دی آنجلیس می باشد که به صورت کم نظیر و زیبا نوشته شده است. در این کتاب خواهید دانست طریقه عشق ورزیدن به همسر، عوامل تحریک کننده روابط جنسی در خانم‌ها، رازهای پیرامون خواسته‌های جنسی در خانم‌ها نیاز دارند احساس امنیت نمایند، خانم‌ها نیاز دارند احساس ارتباط و نزدیکی کنند، خانم‌ها نیاز دارند احساس ارزشمندی کنند. برای اینکه زندگی زیبا و دوست داشتنی داشته باشید، حتما این کتاب را مطالعه کنید و به دوستان خود پیشنهاد دهید. اما در ابتدای این کتاب با مقدمه زیبایی روبرو میشیم. پیامی به خانم‌ها. من این کتاب را برای شما و همسرتان نوشتم. میدانم که این کتاب همانی است که خانم‌ها انتظار نگارش آن را داشتند. کتابی که خانم‌ها می‌توانند به شریک زندگیشان هدیه دهند تا آنان همه چیز را درباره همسرانشان بیاموزند. به این ترتیب هر خانمی می‌تواند به همسرش بگوید این کتاب را بخوان تا همه چیز را درباره من بدانی. من خودم بارها آرزو کردم که ای کاش چون این کتابی داشتم. هر زمان که در بیان نیازها و توقعات خود به همسرم دچار مشکل می شدم و هر زمان احساس می کردم که اگر طور دیگری رفتار می کرد همه مشکلات حل می شد و هر زمان که از نظر همسرم زنی پرتوقع جلوه می کردم مانند هزاران زن دیگر آه می کشیدم و آرزو می کردم که کاش راهی بود تا همسرم مرا درک می کرد. اگر شما هم یک زن هستید حتما این مطلب را تجربه کردید. اساسی ترین نیاز ما خانم ها این است که ما را کاملا بشناسند، به ما احترام بگذارند و همانطور که هستیم ما را بپذیرند. البته ما بارها طعم شیرین درک شدن را چشیده ایم. جالبتر این که این نوع ارتباط بیشترین را با دیگر خانم ها از جمله همکاران، دوستان اتفاق افتاده است. حال در اینجا داستانی نقل می کنم تا مطلب برای شما ملموس‌تر شود. با یکی از دوستانتان سر میز نهار نشستید و درباره مشکلی که با همسرتان داشتید با او صحبت می کنید. پس از مدت زمان کوتاهی متوجه می شوید که دوستتان به خوبی همه چیز را درک می کند و با احساس همدردی سرش را تکان می دهد و حتی گاهی اوقات جملات ناتمام شما را کامل می کند. مکالمه همینطور ادامه پیدا می کند و شما در مدت زمان کوتاهی راه حل تمام مشکلات و مسائلی که در زندگیتان داشته اید را پیدا می کنید و از این موضوع احساس رضایت و خوشنودی می کنید و در این هنگام از اینکه دوستتان احساسات و عواطفتان را به خوبی درک کرده است شگفت زده می شوید. زیرا می دانید که اگر همین مسائل را با همسرتان در میان گذاشته بودید اوضاع کاملا متفاوت بود. در این هنگام از دوستتان بسیار تشکر می کنید و با خود می گویید کاش همسرم نیز مانند او مرا درک می کرد. پس از گذشت سالها و کسب تجربه های بسیار زیاد
در زمینه مشاوره به زوجهای جوان اکنون زمان آن فرا رسیده که کتابی به نام رازهایی درباره زنان را بنویسم. مدت زمان زیادی بود که افراد مختلف نگارش این کتاب را از من خواسته بودند و هر وقتی که مرا می‌دیدند خواسته خود را مطرح می‌کردند. پس از نگارش کتاب رازهایی درباره مردان، زنان و مردان بیشماری خواهان آن بودند که کتابی که قرینه این کتاب باشد را بنویسند و هر کدام دلایل و احساسات خود را به گونه‌ای بیان می‌نمودند. بارها دلیل رفتارهایم را برای همسرم توضیح دادم، اما او متوجه نمی‌شود. می‌دانم که اگر شما این مطلب را توضیح دهید منظور شما را درک می‌کند. چرا همسرم نمی‌داند که با کوچکترین کارها می‌تواند مرا خوشحال کند؟ لطفاً کتابی درباره خواسته‌های ما بنویسید. کتابی که اکنون مقابل شماست پاسخ من به این افراد است. من به بیش از 25 سال زندگی خود را با ده‌ها هزار زنانی گذراندم که نیازهای آنان برآورده شده بود و همچنین مردانی که عقاید و باورهای آنان را در مورد مسائل جنسی و درباره عشق شنیدم. اکنون در این کتاب کوشیدم احساسات، خواسته‌ها و نیازهای زنان را برای مردان بیان کنم. چرا آقایان به این کتاب نیاز دارند؟ پیش از آغاز کتاب لازم است مطلبی را بیان کنم. من به آقایان بسیار علاقه دارم و در طول زندگیم با وجود ناکامی‌ها و شکست‌ها آنان را دوست داشتم. بنابراین این کتاب در مورد ویژگی منفی آقایان و انتقاد از آنان نیست، بلکه هدف این کتاب دعوت از آقایان برداشتن درکی جدید نسبت به خانم هاست. من به داشتن توانایی برقراری ارتباط با خوانندگان به ویژه آقایان معروفم و در این کتاب هم نهایت کوشش خود را به کار بستم تا مطالب قابل درکی را برای آقایان ارائه دهم. البته می‌دانم که برای آقایان بسیار مشکل است که از نظر عاطفی آنطوری باشند که ما می‌خواهیم و بتوانند قلب و روح ما را کاملا درک کنند. مطالب این کتاب حاصل عشق و محبت من نسبت به آقایان است. چند روز پیش یکی از دوستان قدیمی خود را در فروشگاه مواد غذایی دیدم. در مورد زندگی و همسرش از او پرسیدم و از احوال هم جویا شدیم. او از من پرسید این روزها چه کار میکنی؟ پاسخ دادم مشغول نوشتن کتابی به نام رازهایی درباره زنان هستم. با هیجان گفت چقدر عالی، بسیار مشتاقم تا این کتاب را بعد از چاپ به همسرم دونالد بدهم. او همسر بسیار خوبی است، اما به هر حال یک مرد است. در حین صحبت‌های ما مردی از کنارمان گذشت و صحبت دوستم را شنید و نگاه خشم‌آلودی به ما کرد. گویی میگفت شما خانم‌ها فقط دوست دارید آقایان را تحقیر کنید. او در حالی که سرش را تکان میداد از ما دور شد و ما به هم لبخند زدیم، زیرا برداشت او کاملا اشتباه بود. دوست من همسرش را تحقیر نمی‌کرد، بلکه او را ستایش می‌کرد. او تنها به واقعیتی اشاره داشت که بیشتر زنان آن را بیان می‌کنند که حتی بهترین مردان نیز مرد هستند نه زن و به همین دلیل نمی‌توانند خانم‌ها را درک کنند. ما باید این واقعیت تلخ را بپذیریم که با وجود این مردان عاشق ما هستند. دلیل آن نیست که ما را درک کنند. آنان در دنیایی متفاوت زندگی می‌کنند و دنیای زنان برای آنان اسرارآمیز و مبهم و متناقض است. به همین دلیل بیشتر آقایانی که عاشق همسرانشان هستند برای درک او نمی‌کوشند. البته نه به این دلیل که به ما توجهی ندارند، بلکه به این دلیل که احساس می‌کنند که در درک طبیعت پیچیده زنان شکست می‌خورند و از آنجایی که آقایان شکست را دوست ندارند ترجیح می‌دهند هیچ تلاشی نکنند. من به همین دلیل به نگارش این کتاب پرداختم تا به مردان کمک کنم که در درک و دوست داشتن ما موفق‌تر باشند و به زنان نیز کمک کنند که نیازها و احساسات خود را آسان‌تر به همسرانشان نشان دهند. چگونه از این کتاب برای خود استفاده کنیم؟ این کتاب در درجه اول برای خانم‌ها نوشته شده است و برای شناخت مردان نسبت به شما نیست، بلکه هدف آن آشنایی و درک بیشتر شما از خودتان است.
همچنین اگر شما به دلیل رفتارها و خواسته‌های خود پی نبرید، نمی‌توانید آنها را برای همسرتان توصیف کنید. خودمان نیز گاهی در مورد وجودمان شک می‌کنیم و از خود می‌پرسیم آیا رفتار من طبیعی؟ آیا توقعات من بیش از اندازه نیست؟ در حقیقت ما خود را آنگونه که لازم است نمی‌شناسیم و این عدم شناخت عادات مخربی مانند عدم اعتماد به نفس را به دنبال دارد. این کتاب به شما ثابت می‌کند که شما در ورای هر احساسی و رفتارتان دلیل منطقی و محبت‌آمیز وجود دارد. اینکه خانم‌ها 5 بار به شوهرشان تلفن می‌کنند تا بالاخره جوابی بگیرند، یا زمانی که شوهرشان به دلیل پافشاری آنان برای دانستن علت ناراحتی بر سر آنان فریاد می‌زند، احساس بدی پیدا می‌کنند، و یا زمانی که می‌خواهند برای سپری کردن اوقات فراغت با همسرشان برنامه‌ریزی کنند، همه دلایل خاصی دارد. دلیل این کارها عصبی یا مضطرب بودن خانم‌ها نیست، بلکه ما زن هستیم و طبیعت و ذات ما با مردان کاملا متفاوت است و در بسیاری از موارد خواسته‌ها و رفتارهای ما اسرارآمیز و مبهم به نظر می‌رسند و یکی دیگر از اهداف من برای نوشتن این کتاب درک بهتر خودمان است تا به این وسیله به توانایی‌های منحصر به فرد در داشتن احساسات عمیق افتخار کنیم و عشق سرشار و همدلی را جایگزین جدایی و کدورت نماییم. هنگامی که دارای این اعتماد به نفس و درک عمیق نسبت به خود باشید، آن زمان برای بیان خواسته‌ها و نیازهایتان به همسرتان شانس بیشتری دارید و همچنین در هنگام بروز مشکلات دلیلی منطقی به همسرتان ارائه می‌دهید. تصور کنید که می‌خواهید برای همسرتان توضیح دهید که چرا دوست دارید امور را از پیش برنامه‌ریزی نمایید و همه موارد را به لحظه آخر موکول نکنید. اما با مقاومت او مواجه می‌شوید و او می‌گوید چرا این موضوع آنقدر برایت مهم است؟ چرا همیشه می‌خواهی همه چیز را برنامه‌ریزی بکنی؟ لحظه‌ای بیاندیشید. پاسخ شما چیست؟ آیا واقعاً می‌دانید دلیل اهمیت برنامه‌ریزی برای شما از نظر احساسی چیست؟ آیا می‌دانید دلیلتان را برایش توضیح دهید؟ بیشتر اوقات دلیل خواسته‌هایمان را نمی‌دانیم و پاسخی مبهم به همسرمان می‌دهیم. مثلا میگوییم نمی‌توانم توضیح دهم، یا همینقدر کافی نیست که می‌دانی این موضوع برایم مهم است. و یا زمانی که ناامید می‌شویم می‌گوییم فراموش کن، تو به احساسات من اهمیت نمی‌دهی. در این زمان مطمئن باشید که همسر شما به صحبت‌هایتان گوش می‌دهد، اما نه با احساسات بلکه با عقلش و عدم وجود توضیحی منطقی از طرف شما باعث می شود که او شما را فردی متوقع تلقی کند. من در این کتاب نه تنها خواسته های خانم ها پیرامون عشق، محبت و مسائل جنسی، بلکه دلیل این خواسته ها و اهمیت آنها را بیان می کنم. این توضیحات به همان اندازه که برای آقایان مهم هستند، برای شما نیز مهم است. بنابراین پیش از آن که این کتاب را به شوهرتان تقدیم کنید، خودتان آن را مطالعه و درک نمایید. چگونه این کتاب را به آقایان بدهید؟ همانطور که قبلا اشاره کردم، من این کتاب را که هم برای خانم‌ها و هم برای آقایان نوشتم، برای تمام آقایانی که خواهان زندگی محبت‌آمیز و مطلوب با همسر خود هستند. اگر در حال حاضر ازدواج کرده اید، این کتاب را مطالعه می‌کنید. از شما تقاضا می‌کنم که همین امشب که همسرتان را ملاقات کردید، کتاب را در مقابلش قرار ندهید و بگویید این را بخوان. در این کتاب تمامی حرفایی که طی این چند سال می‌خواستم به تو بگویم بیان شده. بهتر از همه را حفظ کنید. با این کار باعث می‌شوید او تمایلی برای مطالعه این کتاب نداشته باشد. مردانی که قربانی زنان طرفدار من بودند و با شنیدن نام من مرا نفرین کردند، به این مطلب اعتراف کردند که پس از شنیدن جمله باربارا میگوید هر 5 دقیقه یک بار ضربه‌ای شدید به آنان وارد شده است. چند روز پیش در کافی شاپ مردی حدود 30 سال به طرف آمد. گفت شما باربارا دی آنجلس هستید؟ مگر نه؟ گفتم بله. خندید و گفت خیلی دوست داشتم شما را ببینم، زیرا از شما بسیار متنفر بودم. و سپس ادامه داد 2 سال پیش با زنی نامزد کردم که شما را میپرستید. او همه کاست ها
و کتاب‌های شما را می‌خرید و روز و شب می‌گفت باربارا این را گفته و یا باربارا در مورد این موضوع اینطور فکر می‌کند. هر زمان که موضوعی پیش می‌آمد فکر می‌کردم با دو نفر طرف هستم. نامزدم و شما. زمانی که از هم جدا شدیم شما را مسئول تمام مشکلاتم می‌دانستم و به شدت از شما عصبانی بودم. تا 1 سال بعد نیز چندین رابطه ناموفق دیگر داشتم تا اینکه چند ماه پیش یکی از دوستان گفت کتابی به نام همسریابی مطالعه کرده که نام آن آیا تو آن گم شده هم هستی میباشد. گفتم این کتاب بسیار عالی است. میشود آن را به من قرض بدهی؟ او پذیرفت و روز بعد کتاب را من تحویل داد در حالی که تصویر شما روی کتاب بود. باورم نمیشد که نویسنده این کتاب عالی همان فردی است که رابطه من و نامزدم را خراب کرده بود. من این کتاب را به خانه بردم و مطالعه کردم و خیلی خوشم آمد و به نامزدم حق دادم. صحبت‌های شما واقعا درست است و حتی به او زنگ زدم و موضوع را برایش تعریف کردم. نمی‌توانست باور کند که کتاب شما را خواندم و سپس مکالمه بسیار خوبی با هم داشتیم. وقتی شما را اینجا دیدم نزد شما آمدم تا بگویم دیگر از شما متنفر نیستم، بلکه معتقدم شما واقعا فوق‌العاده‌اید. از آن مرد به دلیل داستان جالبش تشکر کردم. باورتان نمی شود اگر بگویم این داستان را به شکل‌های گوناگون شنیدم. گاهی خانم‌ها از کتاب‌هایم به عنوان سلاحی عقلانی در مقابل همسرشان استفاده می‌کنند که البته این شیوه هیچگاه مؤثر نیست و من از شنیدن چنین داستان‌هایی تأسف می‌خورم. بنابراین از شما می‌خواهم که اگر قصد دارید این کتاب را به همسرتان بدهید این کار را با محبت و صمیمیت انجام دهید و با عبارتی طعنه‌آمیز این کتاب را به سویش پرتاب نکنید. بکوشید این کتاب را در زمانی که با هم جر و بحث می‌کنید به او معرفی نکنید و آن را با یادداشتی مانند به این کتاب نیاز داری در کنارش قرار ندهید و در مقابل رفتار منفی همسرتان رفتار مثبتی داشته باشید و طوری رفتار کنید که گویی به گنجینه ارزشمند دست یافته‌اید و می‌خواهید او را از آن مطلع کنید. به این ترتیب همسرتان تمایل بیشتری به شنیدن مطالب این کتاب نشان می‌دهد. در اینجا روش‌هایی برای ارائه این کتاب پیشنهاد می‌کنید. 1. از او بخواهید بخش پیامی به مردان را مطالعه نماید. امیدوارم با مطالعه این بخش انگیزه کافی برای ادامه دادن پیدا کنید. 2. کتاب را به او هدیه کنید و داخل آن بنویسید از آنجا که تو را دوست دارم و میخواهم رابطه رویایی داشته باشیم. 3. بکوشید بخش‌هایی از این کتاب را برای او بخوانید، به ویژه بخش‌هایی به عنوان برای مردان مشخص شدن یا با این کار کم کم علاقه او به مطلب بیشتر می شود. 4. کاری کنید که متوجه شود شما نیز کتاب را مطالعه کرده اید و به این ترتیب احساس نمی کند که مطالعه کتاب را فقط برای او ضروری می دانید. 5. بعضی مطالب بخش روابط جنسی را برایش بخوانید تا به این وسیله او شیفته این کتاب شود. 6. شاید بگویید همسرم هرگز این کتاب را نمی‌خواند. باید بگویم که من نهایت کوششم را کردم که این کتاب برای آقایان جالب باشد. مردان می‌دانند که من آنان را دوست دارم و پیشنهادهای مرا آسان‌تر از پیشنهادهای همسرشان می‌پذیرم. بدیهی است هر مردی که این کتاب را بخواند متوجه می‌شود که هدف من از نوشتن این کتاب این است که زندگی عاشقانه‌اش را آسان‌تر و مشکلاتش را کمتر کنم. این کتاب را به همسر دوستتان هدیه کنید تا به این وسیله دوستتان از شما قدردانی نماید. 8. این کتاب را برای عاشق قبلیتان بفرستید و به این وسیله در حق او لطف کنید که اگرچه رابطه شما به پایان رسیده ولی شما هنوز به او علاقه‌مندید. شاید از این راه بتوانید دوباره با او ارتباط برقرار کنید. 9. این کتاب را به پدر خود بدهید. بیشک مادرتان از این کار شما سپاسگزاری خواهد کرد. چگونه از این کتاب نهایت استفاده را بکنیم؟ من مطالب این کتاب را از منابع متعددی تهیه کردم و بخش عمده این مطالب حاصل تجربیات سالها ارتباط با خانم‌ها و شنیدن سخنان آنان است. همچنین کوشیدم از تجربیات شخصی خود، دوستان و آشنایانم در این کتاب بهره ببرم. بنابراین
از مجموع تمام این مطالب به بیان کلی ذات و ویژگی‌های زنان پرداختند. ما زنان منحصر به فرد و متفاوت هستیم. ممکن است بسیاری از زنان این گونه احساسات و افکار را داشته باشند و عده‌ای نیز بگویند من اصلا این گونه نیستم. در واقع مردان بسیاری را می‌شناسم که خصوصیات زنانه دارند و در مقابل زنهای فراوانی با عادتهای مردانه دیده‌اند. نکته اصلی این است که تمام حقایق در مورد تمام افراد صدق نمی‌کند. من نیز می‌کوشم تجربیات چند ساله‌ام را در اختیار شما بگذارم. البته این کتاب تمامی خواسته‌های خانم‌ها از آقایان را مطرح نمی‌کند. از این رو کوشیدم مهمترین اطلاعات را در این کتاب بیاورم. امیدوارم این کتاب درهای صمیمیت و رابطه را به روی شما باز کند و همچنین پیامی از آرامش و نیرو را برایتان به ارمغان آورد و در دستیابی به رابطه عاشقانه و محبت آمیز یاریگر شما باشد. پیامی به آقایان: اگر به شما بگویم که با انجام کارهای ساده می توانید همسرتان را از انجام کارهایی که شما را عصبی می کند منع کنید، چه فکر می کنید؟ اگر بگویم با چند کلمه سحرآمیز می توانید باعث شوید که همسرتان شما را بهترین مرد دنیا بداند، چه فکر می کنید؟ قبل از هر چیز باید بگویم که این کتاب تنها برای خانم‌ها نوشته نشده است و امیدوارم همسرتان شما را به مطالعه آن تشویق کرده باشد. این کتاب برای محاکمه مردان و مقصر دانستن آنان نوشته نشده است. این کتاب به عنوان دستورالعملی برای شما نیست که گمان کنید هیچ قدرتی در روابطتان ندارید و تنها ملزم به پیروی از دستورات هستید. هدف من از نوشتن این کتاب ایجاد رابطه عاشقانه‌تر، موفق‌تر و مؤثرتر است تا بتوانید به خواسته‌های خود در یک رابطه بیشتر دست یابید و از آنچه که نمی‌خواهید دور شوید. در طی 20 سال گذشته با ده‌ها هزار نفر برخورد کردم که نیمی از آنان مرد بودند. آقایانی با سنین و شرایط مختلف که مشکلاتشان را با من در میان گذاشتند و من با دقت به سخنان آنان گوش دادم. بعضی از خواسته‌های آنان به این قرار است: 1. شما دوست دارید همانطوری که در زمینه شغلی موفقید در روابطتان موفق باشید. 2. شما خواهان بحث و فشار روانی کمتری هستید. 3. شما خواستار آرامش و توافق بیشتری هستید. 4. شما خواستار رابطه زناشویی هیجان انگیز با همسرتان هستید. 5. شما می‌خواهید همسرتان شما را بیشتر مورد قدردانی و کمتر مورد انتقاد قرار دهد. 6. شما می‌خواهید همسرتان را خوشنود و راضی کنید. این کتاب برای رسیدن به این اهداف نوشته شده است و آن از طریق آگاهی از دلیل رفتارها و احساسات زنانه و یادگیری چند روش ساده و کارآمد امکان پذیر است. آیا از تمام ویژگی خانم‌ها که از آن متنفرید آگاهی دارید؟ توقعات بالای ما، وابستگی‌ها و حس ناامنی و اینکه هیچگاه نمی‌توان ما را راضی کرد، باید بگویم که بسیاری از این ویژگی‌ها غیر قابل اجتناب است. چند روز قبل در یک سخنرانی از مطالب موجود در کتاب استفاده کردم. در این جلسه مردی ایستاد و گفت: من مردی هستم که ممکن است مرا جاهل بنامید. به نظر می‌رسد شما می‌خواهید افکار و اعمال من مانند زنان باشد و به عبارت دیگر زنی به تمام معنا باشد. سوال کردم: چرا فکر می‌کنید می‌خواهم مثل زنان باشید؟ پاسخ داد: اگر قرار باشد همیشه به نیازهای همسرم توجه کنم و از 3 خواسته‌ای که شما گفتید انجام دهم و برای شادمانی او بکوشم، آیا مانند زنان نمی‌شوم؟ گفتم: آیا ماشین دارید؟ با غرور پاسخ داد: بله، چند ماه از آن را خریدم. گفتم: آیا دفترچه راهنمای آن را خوانده‌اید؟ پاسخ داد: بله. گفتم: دفترچه طرز کار ماشین را برایتان توضیح می‌دهد و نوع بنزین مصرفی آن را مشخص می‌کند. نقص‌های ماشین را بیان کرده و زمان معاینه فنی آن را توضیح می‌دهد. اینطور نیست؟ پاسخ داد: درست است. با لبخند گفتم: آیا با اطلاع از کار ماشینتان شبیه آن شدید؟ حضار شروع به خنده کردند. او دیگر پاسخی در برابر منطق من نداشت.
سپس گفتم ماشینتان برای شما بسیار با ارزش است و در واقع سرمایه شما محسوب می شود. بنابراین شما دوست دارید از سرمایه خود محافظت کنید. در حال حاضر زنی کنارتان نشسته که از سخنان من بسیار خوشنود است. فکر می کنم همسرتان است. پاسخ داد بله، او مرا مجبور کرده که اینجا بیایم. گفتم نظر شما چیست؟ او نیز سرمایه شما است و از ماشینتان بسیار با ارزش‌تر. پس بهتر است اطلاعات مربوط به آن را یاد بگیرید تا بتوانید از این سرمایه نهایت بهره برداری را بکنید. حضار با خوشحالی تمام کف زدند و آن مرد از من تشکر کرد و نشست و همسرش را بوسید. از این مثال برای آقایان استفاده می کنم، زیرا از این طریق موضوع را بهتر درک می کنند و می فهمند که اطلاع بیشتر از دارایی های ارزشمند راهی برای نگهداری و مراقبت از آن است. کسب آگاهی در مورد آنچه برایتان مهم است شما را قوی‌تر می کند، نه ضعیف‌تر. شما در زمینه‌های دیگر زندگی به جز در زمینه روابط آسان‌تر به اطلاع یادگیری مسائل می‌روید. مثلا برای مطالعه دفترچه راهنمای ماشین دستگاه ویدئو یا گوشی همراهتان بی‌میل نیستید. همچنین اگر مجبور باشید مسائل کاری را برای مشتری جدید توضیح دهید، برای کسب اطلاعات از او و شرکتش می‌کوشید. هیچگاه به رئیستان نمیگویید نیازی به سخنان شما ندارم، نمیخواهم به من بگویید که چه کاری انجام دهم. در واقع روابط صمیمی شما مهمترین و ارزشمندترین سرمایه شماست. هرچه بیشتر در مورد خانم‌ها و عشق بدانید، همسر بهتری خواهید بود و کنترل بیشتری بر همسرتان خواهید داشت. در یکی از سفرهایی که به نیویورک داشتم، در هواپیما کنار مردی نشسته بودم که مشاور شرکت‌های بزرگ و اجرایی تجاری بود. به نظر می رسید که او در کارش بسیار موفق بود و شرکت‌ها مبالغ زیادی به او می‌دادند تا کارمندانشان را برای ایجاد رابطه با همکاران ژاپنی، چینی، سنگاپوری و دیگر کشورها آموزش دهد. او داستان‌های بسیار جالبی درباره کشورهایی که قصد داشتند بدون آگاهی از دیگر فرهنگ‌ها با آنها ارتباط داشته باشند و در نهایت با مشکل مواجه می‌شدند تعریف کرد. او گفت جالب است که اطلاع از اختلافات فرهنگی و راهکارهای خیلی ساده برای ایجاد ارتباط کلید کسب میلیاردها دلار سود است. پس از شنیدن سخنان او در مورد کار خود فکر کردم و به او گفتم به نظر می‌رسد کار ما شبیه یکدیگر است. گفت آیا شما هم مشاورید؟ گفتم بله، من به زنان و مردان می‌آموزم که چطور یکدیگر را درک کنند. با خنده گفت پس کار شما سخت‌تر از کار من است. همانطور که مراجعان این آقا بدون اطلاع از اختلافات فرهنگی نمی‌توانند روابط خوبی با هم داشته باشند، شما هم نمی‌توانید به صرف اینکه عاشق خانم‌ها هستید آنان را درک کنید. امروزه خانم‌ها و آقایان کاملاً با یکدیگر متفاوتند. در واقع خود ما نیز به عنوان یک زن گاهی علت رفتارهایمان را درک نمی‌کنیم. پس چگونه از شما این انتظار را داشته باشیم؟ همانطور که می‌بینید این کتاب تنها برای آقایان و افزایش آگاهی آنان نوشته نشده است، بلکه برای کمک به درک رفتارهای خودمان نیز نوشته شده تا بتوانیم رابطه‌ای مؤثرتر و موفق‌تر با شما داشته باشیم. چرا این کتاب نزد شما محبوب است؟ اگر شما این کتاب را دارید، احتمالاً آن را از طرف خانمی که دوستتان دارد گرفته‌اید. شاید این زن همسر یا نامزد یا دوست صمیمی شما باشد. به هر حال هدف او شادمانی و موفقیت شما در روابطتان است. اگر همسرتان این کتاب را به شما داده است، نمی‌خواهد به شما بگوید که مشکل از شماست، با اینکه از شما ناراضی است. نمی‌خواهد بگوید کارهای شما درست نیست و یا نمی‌خواهد از شما شکایت کند. اگر همسر یا نامزدتان این کتاب را به شما داده، فقط خواسته به شما بگوید که دوستتان دارد و می‌خواهد اوضاع را بهبود بخشد و شما را شاد نماید. شما نیز باید از اینکه فردی تا این حد به فکر شماست خوشحال باشید. اگر فرد دیگری به غیر از همسرتان کتاب را به شما داده است، او دوست واقعی شماست و خوبی شما را می‌خواهد. در اینجا لازم است بدانید که این کتاب شما را باهوشتر و شایسته‌تر می‌کند، نه نادان و ناتوان. این کتاب باعث می شود که کنترل بهتری بر اوضاع داشته باشید.
این کتاب باعث می شود که نیروی بیشتری را کسب کنید، نه اینکه قدرتتان را از دست بدهید. آنچه لازم است درباره من بدانید. قبل از هر چیز باید بگوییم که من آقایان را دوست دارم. اگر اینطور نبود کتابی با این عنوان می نوشتم. چه کسی به مردان نیاز دارد؟ یا فقط مردان مقصرند؟ اما من این کتاب را نوشتم زیرا دریافتم که اگرچه مردان برای شناخت خانم‌ها تلاش زیادی می‌کنند، اما در درک آنان موفق نیستند و شاید شنیدن خواسته‌ها و توقعات آنان از طرف من آسان‌تر باشد. بنابراین مرا واسطه‌ای برای ایجاد صلح و دوستی در نظر بگیرید که به شما میگوید اگر میخواهید در رابطه‌تان به فلان نتیجه برسید، پیشنهاد میکنم این کار را انجام دهید. زیرا مطمئن باشید با انجام آن نه تنها همسرتان خوشحال میشود، بلکه کمتر شکایت میکند. یا میدانم درخواست او برای فلان چیز غیر منطقی است، اما با انجام یک کار ساده اوضاع تا حد زیادی تغییر میکند. آیا خود من نیز پیشنهاداتی که در فصل‌های بعد برای ایجاد زندگی عاشقانه ارائه می‌دهم باور ندارم؟ مطمئن باشید که باور دارم. من به عنوان یک خانم این کتاب را در مورد نیازهای خانم‌ها نوشتم. اگر می‌خواهید اطلاعاتی درباره رابطه صمیمی و مسائل جنسی به دست آورید، باید راهنمای شما یک زن باشد. بنده معتقدم که با مطالعه این کتاب به مسائلی دست می‌یابید که اگر یک آقا نویسنده کتاب بود، هرگز به این اطلاعات نمی‌رسیدید. خانم‌ها مرا محرم اسرار خود می‌دانند و مطالبی را درباره خود، نیازها و روابط جنسی بیان می‌کنند که مطمئنم هیچگاه این مطالب را با یک آقا در میان نمی‌گذارند. مطلب دیگر این که با خود می‌گویند چرا تنها آقایان باید این مطالب را یاد بگیرند؟ پس خانم‌ها چطور؟ آنها نباید از نیازها و توقعات ما آگاه شوند و ما را خوشحال نمایند؟ من با شما موافق نیستم. زیرا چند سال قبل کتابی با عنوان رازهایی در مورد مردان که هر زنی باید بداند نوشتم. در این کتاب تمامی نیازها و خواسته‌های آقایان در مورد عشق، مسائل جنسی و رابطه را توضیح دادم. چگونه از این کتاب نهایت استفاده را بکنیم؟ نوشتن کتابی که هم آقایان و هم خانم‌ها احساس کنند که مستقیم با آنان صحبت می‌کنند کار مشکلی بود. در بخش‌هایی از کتاب مسائل خاصی را برای خانم‌ها توضیح دادم و در قسمت‌های دیگر نیز روی سخنم با آقایان است. بهترین روش مطالعه این کتاب این است که آنان را به طور کامل بخوانید و اگر این کار را نکرده‌اید به عقب برگشته و بخش پیامی به زنان را مطالعه کنید. اگر ازدواج کرده اید به شما پیشنهاد می‌کنم درباره مطالب این کتاب با همسرتان بحث نمایید و از او بپرسید کدام قسمت از کتاب احساس او را بیان کرده است. از او بخواهید نظر خود را درباره گفته‌های من یا دیگر زنان بیان کند. با انجام این کار اطلاعات ارزشمندی از همسرتان به دست می‌آورید و بحثتان بدون تنش و استرس خواهد بود. زیرا می‌توانید بحثتان را بر مبنای مطالب کتاب شروع کنید. مهمتر از همه این که همسرتان بسیار خوشحال می شود که شما به احساسات او توجه کرده و نظر او را پرسیده اید. البته در این کتاب به مطالبی پرداختم که خانم‌ها چگونه همسرشان را شاد کنند و چگونه به فکر ارتقای خود باشند و روی هم رفته طرز فکرشان در مورد عشق چیست. در اینجا لازم می‌دانم که از همسر عزیزم سپاسگزاری کنم که به خاطر من وقت صرف کرده است و برای درک تمایل قلبیم تلاش نموده است. از شما نیز متشکرم که به من اعتماد نموده و در سفر به قلب و روح خانم‌ها با من همسفر شده اید. در ضمن به شما قول می‌دهم که مطالعه این کتاب برای شما بسیار ارزشمند است. و متاسفانه ما نمیتونیم که کتاب رو شروع کنیم و فصل‌ها رو دونه دونه برای شما بخونم به خاطر اینکه زمان به ما اجازه نمیده. فقط سخن آخر رو میخونم و این کتاب رو تمام میکنم. اگر از نثر و روایت این کتاب خوشتون اومده حتما برای خودتون تهیه کنید و خالی از لطف نیست خواندن این کتاب. سخن آخر: برای من نوشتن یک کتاب مانند سفری مشکل و طولانی به ناشناخته ترین و شگفت‌انگیزترین بخش از اعماق وجودم است. میدانم که باید به آنجا بروم، اما نمیدانم چه چیزی به دست میآورم. میدانم که باید برای کسانی که چشم به راه من هستند با خود حقیقت، بصیرت، آگاهی
و انگیزه به ارمغان بیاورم. اما گاهی اوقات از این میترسم که دست خالی برگردم و کسانی که منتظرم هستند ناامید و سرخورده شوند. از این میترسم که چیز با ارزشی برای ارائه به آنان نداشته باشم. میدانم که لازمه این سفر داشتن توان، تحمل و جرأت و شهامت روحی است. چرا که در طول سفر با موانع و مشکلات زیادی چه از درون خودم و چه از بیرون روبرو خواهم شد. اکنون نمیدانم که چگونه خود را آماده برای این نبرد کنم. نبردهایی که در راهند. از این رو تنها چراغ راهم در این راه پرخطر ایمان و اعتقاد به این نکته است که همواره به طریقی به سرمنزل مقصود خواهیم رسید. هدف و غایتی را که برای زنده کردن آن آمدم زنده خواهم کرد و اینکه به طریقی به اعماق وجودم میرسم تا عشق، محبت و شور و شعفی را که در آنجا پنهان است با خود بیرون آورم و آن را با شما قسمت نمایم. سفر رازهایی درباره زنان یکی از همین سفرهای ایمانی من بوده است. تنها چیزی که در ابتدای راه فکرم را به خود مشغول کرده بود این که میخواستم صدای صدها هزار زنی را که با آنان صحبت کرده بودم، به آنان آموزش داده و از آنان درس گرفته بودم، به گوش دل و جان شوهرانشان برسانم. این تنها هدف و مقصود بنده در ابتدای راه بود. اما همان گونه که درباره تمامی سفرها صدق می‌کند، آنچه در پایان اتفاق می‌افتد بسی بیشتر و بزرگتر از آن است. در فرایند نوشتن این کتاب در مقایسه با گذشته عشق و درک و قدردانی بیشتری نسبت به مردان در خود احساس کردم. چرا که در هنگام جستجو در فکر و ذهن و قلب شما مردان و در تلاش برای یافتن کلمات و واژگان درست و مناسب به منظور بیان حقایقی درباره زنان به شما مردان شما را هرچه بیشتر و بهتر از درون درک کردم. من زندگیم را صرف دوست داشتن و عشق ورزیدن به مردان، گریه کردن برای آنان، تلاش برای نزدیکی به آنان، التیام یافتن و آموختن از آنان کردم. اما هیچ وقت به آنان پشت نکردم. اکنون امیدوارم در این کتاب صداقت و سادگی کلاسم و حاصل این تعهدم به آنان را شما هم حس نمایید. بنده در طول نوشتن این کتاب عشق، اباحت و احترام بیشتری نسبت به تمامی زنان و جمله خودم احساس کردم. توانایی ما زنان در عشق ورزیدن بسیار عمیق و تمایل ما به ادامه تلاش و همراه با جسارت فراوان است. در این باره تنها خواسته ما زنان تجربه هماهنگی، همخوانی و یکی شدن با شوهرمان و به ارمغان آوردن خوشبختی برای تمامی عزیزانمان است. زمانی که در حال نوشتن هستم، حضور خوانندگان را همیشه و در هر لحظه در کنار خود احساس می کنم و می توانم درد و رنج شما، ترس‌ها و یأس‌ها و سرخوردگی‌هایتان را احساس نمایم. امیدوارم شما خانم‌های محترم زمانی که این کتاب را مطالعه نمودید با من احساس نزدیکی کنید و امیدوارم حس کرده باشید که تنها کوشش من این بوده است که آینه و سخنگو و پل ارتباطی شما و همسرتان بوده باشم تا بتوانم قلب شما و همسرتان را به یکدیگر متصل نمایم. آیا حرفهای بنده در این کتاب حرف دل شما نبود؟ آیا چیزهایی که همیشه می‌خواستید به شوهرتان بگویید را من به آنان گفتم؟ این همان چیزی بود که دوست داشتم انجام دهم. سفر این کتاب برای من در اینجا به پایان رسیده است و این در حالی است که سفر شما تازه آغاز شده. این بار با مطالب جدیدی که یاد گرفته اید. سفر عشق شما نیز ایمان، تحور و شجاعت روحی، تحمل و پایه‌مردی می‌طلبد. گاهی اوقات احساس می‌کنید راه را گم کرده اید و نمی‌دانید باید به کدام قسمت بروید. گاهی اوقات احساس خستگی و دلسردی خواهید کرد و از خود می‌پرسید که آیا اصلاً باید این سفر را از همان اول آغاز می‌کردیم یا نه؟ همچنین لحظاتی از شور و شادی واقعی، کشف و شهود، دریافت‌ها و ادراکات درونی و شیرینی بی حد و اندازه‌ای را نیست که عشق در اختیارتان قرار خواهد داد تجربه می‌نمایید. عشقی که شما را متحول می‌کند. امیدوارم همان گونه که این کتاب امروز در برابر دیدگان من تحقق یافته است، آن فصل از زندگی شما نیز در برابر دیدگانتان ورق بخورد.
همچنین سفر عشق با وجود سختی‌ها و مشکلات به شما می‌آموزد که گنجایش و ظرفیت شما برای عشق ورزیدن به مراتب بیشتر از آن است که بتوانید تصور کنید. در نهایت هدیه و محبت همان عشقی است که در قلب خودتان احساس می‌کنید. هدیه و محبتی که برای قدم گذاشتن در سفر مقدس و اسرارآمیز عشق به شما ارزانی شده است. یادتان باشد هرگز به عشق پشت نکنید. امیدوارم که این کتاب رو دوست داشته باشید. ممنونم که با من همراه بودید. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.